جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه که در سوره عنکبوت آیه 69 پیامی برای همه اهل ایمان و برای آنهایی که در راه الله سبحانه و تعالی تلاش میکنن برای آنها پیام داره. الله سبحانه و تعالی میفرماید والذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما جهاد میکنن، لنهدینهم سبلنا، ما هر آینه ایشان را راهنمایی میکنیم و راه را برایشان نشان میدهیم. یعنی الله سبحانه و تعالی راههای اخلاص، راههای رسیدن به فوز و فلاح و رستگاری الله سبحانه و تعالی نشان میدهد. بعضی از مفسرین اشاره میکنن که، البته خیلی کم از مفسرین، که این آیه مبارکه والذین جاهدوا فینا یعنی کسانی که در راه الله جهاد میکنن، یعنی شمشیر میزنن، یعنی در راه الله سبحانه و تعالی به جهاد و مبارزه و به قتال یعنی مصروف هستند. اما این آیه به معنای قتال نیست. این جهادی که جنگ و مبارزه با خود داشته باشد چنین نیست، چون این آیه مبارکه از جمله آیات است که در مکه مکرمه نازل شده. در مکه مکرمه جنگ شمشیر به شمشیر و بالاخره جنگی که قتل و کشتار و اینها را داشته باشه نبود. این آیه مبارکه از جمله آیات است که در سوره عنکبوت از آیات مکی هست. والذین جاهدوا، کسانی که در راه الله جهاد میکنن، تلاش میکنن. حتی بعضی از مفسرین میفرمایند به آنهایی که جهاد یعنی تلاش میکنن، هجرت میکنن، آنهایی که هجرت کردن، الله راه هجرت را، راه رسیدن به هدف و مقصود را برای آنها نمایان ساخت و آنها را راهنمایی کرد. وقتی در این آیه مبارکه میخوانیم والذین جاهدوا فینا، آنهایی که تلاش میکنن، جهاد با چی؟ مفسرین بیان میکنن جهاد با نفس. این نفس بعضی وقت اماره میشه. وقتی اماره شد الله سبحانه و تعالی نجات بده و ما را حفظ کنه از او نفس اماره‌ای که انسان را بدبخت دنیا و آخرت میکنه. پس با نفس باید جهاد کرد، جهاد با نفس. والذین جاهدوا، کسانی که جهاد میکنن با نفس خود. چگونه جهاد؟ با نفس. نفس علاقه داره
تا اینکه سرمایه‌دار بشه از راه غیر مشروع. نفس علاقه داره با رشوت، علاقه داره با ربا، علاقه داره به قمار، علاقه داره به اعمال زشت و ناروا. اما تو انسان جهاد میکنی، رشوت برای تو آماده میشه، رشوت نمیگیری. ربا برای تو آماده میشه، نمیگیری. قمار برای تو آماده میشه، قمار بازی نمیکنی. نعوذ بالله زنا برای تو آماده میشه، زنا نمیکنی. کوشش میکنی تا اینکه خود را به اعمال مشروع و عملی که الله راضی باشه خود را به او نزدیک کنی. پس این جهاد با نفس هست. والذین جاهدوا فینا، کسی که جهاد کنه، این کوشش، جهاد با هوا، خواهشات نفسانی. تو انسان مبارزه میکنی، با فقر خود میسازی، حرام نمیخوری. با مشکلات خود میسازی، دست به گناه و معصیت و به حرام و به اینها دراز نمی کنی. این است که الله میگه لنهدینهم سبلنا. باز الله شما را میرساند و راهنمایی میکند با او راههای خیر و برکت و با او راههای فوز و فلاح و رستگاری. پس این آیه این پیامر داره که والذین جاهدوا، جهاد با نفس، جهاد با هوا، جهاد با شیطان. این شیطانی که قسم یاد کرده که تو انسان رو گمراه کنه، تو مبارزه میکنی، جهاد میکنی. شیطان وسوسه میکنه نماز نخوان، تو نماز میخوانی. شیطان وسوسه میکنه که حج نرو، حج میری. شیطان وسوسه میکنه و میایه با تو میگه که روزه نگیر، تو روزه میگیری. شیطان مانع زکات دادن تو میشه، مانع صدقه دادن تو میشه، ولی تو مبارزه میکنی، صدقه میدی، زکات میدی، دست خود را بر سر فقرا و ایتام اینها قرار میدی. این جهاد هست. والذین جاهدوا فینا، جهاد با دنیا. این دنیایی که میبینیم امروز چقدر انسانها را با خود مصروف کرده، ولی تو تلاش میکنی که این دنیای فریبنده تو را به خود مشغول نکنه، تو را به خود مصروف نکنه. این دنیا سبب جدایی پدر و فرزند میشه، ولی تو تلاش میکنی که این دنیا تو را فریب ندهد. وقتی چنین مبارزه کردی با نفس خود، با هوای خود، با دنیای خود و بالاخره با شیطان مبارزه کردی، این معنا و مفهوم این آیه میشه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. کسانی که تلاش میکنن در راه ما، اینها مجاهدین هستن. چون آیه گفتیم از سوره های، از آیات مکی هست. پس به هر حال کسی که در دنیا تلاش میکنه تا قدرت به دست بیاره که به وسیله این قدرت دین اسلام را تقویه کنه، این مجاهد هست. کسی که در تلاشه که دنیا و سرمایه را از راه مشروع به دست بیاره، این تلاشش یک جهاد هست. کسی که در راه علم قدم میگذاره تا عالم بشه به خاطر هدایت دیگران، این مجاهد هست. کسی که حتی به نیت این میره در یک جا، یک جوان میره ورزش میکنه. چرا ورزش میکنی؟ چرا به فلان باشگاه میری؟ چرا ورزش میکنی؟ تا اینکه من قوت داشته باشم و با این قوت خود بتانم دست یک ضعیف را بگیرم، با این قوت خود از دین و از اسلام و قرآن دفاع کنم. این انسان وقتی به راه ورزش هم میره، این مجاهد هست. والذین جاهدوا فینا، کسی که تلاش میکنه، کسانی که تلاش میکنن، کسانی که مصروف تألیف هستن، اینها مجاهدین هستن. کسانی که مصروف ترجمه کتب اسلامی هستن، اینها مجاهدین هستن. کسانی که تمویل مدارس را دارن، اینها مجاهدین هستن. کسانی که به چاپ یک کتاب سهم میگیرن، اینها مجاهدین هستن.
والذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما تلاش می‌ورزند، این تلاش اونها نتیجهش چی میشه؟ لنهدینهم سبلنا. الله سبحانه و تعالی راههای اخلاص را به اینها نشان میده، بیشتر راههای خیر را نشان میده و راههای فوز و فلاح و رستگاری. لنهدینهم سبلنا، اینها راههای خیر خوب باز میفهمن و میدانن. کسی که با حجاب اسلامی زندگی میکنه، از خانه بیرون میشه با حجاب اسلامی، در محفل و مجلسی با حجاب اسلامی، وقتی حجابش به خاطر اینه که به دیگران نشان بده که این حجاب من عادت نیست، این عبادت هست، این حجاب من فرمان شوهر نیست، فرمان الله هست. وقتی خواهر مسلمان، دختر مسلمان، زن مسلمان وقتی به این فکر حجاب میگیره، این از جمله مجاهدین هست. تلاش میکنه، کوشش میکنه که در بین جامعه حجابش چنان حجابی باشه که خار مغیلان بر چشم دشمنان اسلام. این خواهر مجاهد هست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خیلی مهمه. حکم این آیه عامه. اگر ما این آیه را منظور از این جهاد را قتال برداریم درست نمی آیه. به خاطر چی؟ به خاطر که این آیه نازل شده در مکه مکرمه. مکه مکرمه دورانی بود که دوران قتال نبود. رسول صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه تلاش کردن، کوشش کردن. جهادشان این بود که انسانها هدایت بشن و سر عقیده کار بشه و تلاش بشه به این که انسانها جهاد با نفس داشته باشن، جهاد با هوا داشته باشن، جهاد با دنیا داشته باشن، جهاد با شیطان داشته باشن. کوشش اینا این بود. پس خواهر مسلمان، برادر مسلمان، این پیام قرآن را فراموش نکنید. تو کسی که شاید فکر کنید که آیا من کوشش کنم به خاطر تقویه دین، آیا کوشش من به جای میرسه یا نمیرسه؟ مطمئن باش که تلاش کن، الله راه را برای تو باز میکنه. الله هادی تو میشه، راهنمای تو میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تلاش از ما باشه، کوشش از ما باشه، تلاش کنیم. تو کسی که اهل قلمی با قلم خود تلاش بکن. تو کسی که اهل تصنیف هستی، تو کسی که اهل ترجمه هستی، تو کسی که اهل سرمایه هستی و تو کسی که اهل قدرت هستی، همه ما قدرت خود را، سرمایه خود را، قلم خود را، درهم خود را کوشش کنیم که در خدمت دین الله باشه. الله راه ها را برای ما آسان میکنه. همه سنگ و لاخ ها را الله از سر راه من و تو بر میداره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله میگه شما تلاش کنید. او کسانی که تلاش میکنن و تلاش کردن و زحمت کشیدن و زحمت میکشن، ما اونها را هدایت میکنیم و راهنمای اونها میشویم. الله بر همه ما توفیق بده که در راه اعلای کلمت الله تلاش کنیم تا الله فتح و ظفر و پیروزی نصیب ما و همه امت اسلامی بگرداند. تا برنامه بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
نوره وجماله إعجازه وحروفه